اصل دین تمام پیغمبرها خلاصش لا اله الا الله است. خلاصه این دین لا اله الا الله است. خلاصه دین تمام پیغمبرها الله تعالی را یگانه پرستش کردن است. خلاصه این نکاح و طلاق و خرید و فروش و ذکر و همه همین به خاطر یگانه الله تعالی را یگانه پرستش کردن است. هر یک امر مستحب، امر فرض، امر واجبی که شریعت فرض است، اونم خلاصش همین است که الله تعالی یگانه هست، باید یگانه پرستش کرده شد. همین کار وقتی که میگم که این کار مستحب است، معناش چی است؟ یعنی همین کار الله تعالی دوست می‌دارد. این توحید الوهیت است، عبادت است. وقتی که پیش از طعام بسم الله گفته میخورید، شما اطاعت الله تعالی کردید، شما الله تعالی را عبادت کردید. وقتی که سحر چشمتان را میکشید، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، اینو همش توحید است. وقتی که کودک به دنیا میبیاد و از آن که گفتیم یکمین کلمه الله اکبر، الله تعالی از همه بزرگ است، از همه عظیم هست. و وقتی که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، اونایی که وقتی مرگشون نزدیک شده است، وقتی جانکنیشون نزدیک شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم که تلقین لا اله الا الله کنید، یعنی به لا اله الا الله گویید، یادآوری کنید، در نزدش لا اله الا الله را تکرار کنید تا اینکه در آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشد. من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشه وارد بهشت میشه. شریعت سر تا پا توحید است. قرآن هم همین خیلی سر تا پا درباره تورات گپ میزنن، آخرش توحید است، خلاصش توحید است، پرستش الله تعالی است. وقتی که به پای راست وارد مسجد میشوید، وقتی که به خانه در آمدید بسم الله بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، به نام الله میدرایم، به نام الله میبرایم، اینو همه توحید است. وقتی که به کوچه می بسم الله توکلت علی الله، به نام الله به کوچه میبرایم، تکیه به الله میکنم، توکلت علی الله، تکیه به الله میکنم، اینو همه توحید است. هر یک حرکات ما توحید است. اگر انسان تدبر کنه همه عبادت ها هم همین خیل. الله اکبر، وقتی که تکبیر تحریمه می الله تعالی از همه بزرگ است، از وظیفه، از مال، از منصب، از زن و فرزند، از دوست داشته، از هر چیزی که اونو ترک کردید، تلفناتونو کشتید آمدید به نماز ایستادید، الله اکبر. الله تعالی از همه چیز بزرگ است. همه چیز ما از بهرش میبرم به خاطر الله. اینو توحید است. همش به خاطر الله تعالی هست. این چیزا علم بهترین وسیله برای ترسی الله تعالی هست. بنابراین الله تعالی گفت که واتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا کنید از الله تعالی، بترسید، الله تعالی برای شما علم میده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که انی اعلمکم بالله، من عالم ترین شما به الله تعالی هستم، و اخشاکم له، و از همه ترسنده ترین شما هم من هستم. از همه الله تعالی رو خوب میشناسم و از همه من میترسم. این دلالت میکنه کسی که الله تعالی رو بسیارتر شناسد بسیارتر میترسد. انما یخشى الله من عباده العلماء. الله تعالی گفت که البته از الله تعالی علما میترسد، کسی که بسیار آموخت بسیار میترسد. بنابراین همین علم ها هم آموختن علم، اگرچه مثلا ظاهرا استنجا را تعلیم میگیرید، ظاهرا مثلا یک عمل های مستحب یا عمل های سنت را تعلیم میگیرید، اینا همش برده به توحید میرساند. آخر همین نماز، همین توحید، همین رفع الیدین به خاطری که میکنید به خاطر الله میکنید. همین عبادتی که مستحب است، یک سنگ از راه گران پرتافتن، شعبه شاخه از شاخه های ایمان است. ایمان به کی است؟ ایمان به الله است. همین سنگ به کدام خاطر گران پرتافتید از کوچه؟ همین خار به کدام خاطر از کوچه گرفتید؟ گفتید که الله تعالی همین کار ایمان حساب کرده است، شاخه از شاخه های ایمان حساب کرده است. لا انحینه عن طریق المؤمنین لا یؤذیهم. یا آدم گفت که خار دیده، گفت که همین خار از راه مسلمان ها دور کنم تا اینکه مسلمان ها را اذیت ندهد، الله تعالی همین آدم از آتش دوزخ دور کرد. به سبب اینکه خار از راه مسلمان ها دور کرد، این از آتش دوزخ دور کرد. به کدام خاطر کرده؟ به خاطر دریافت رازگی الله تعالی. اینو توحید است. یعنی شریعت سر تا پا توحید است. هر یک عملی که میکنیم همش به خاطر الله تعالی باید باشد. پرستش الله تعالی، سرخم کردن به الله تعالی، اینا همه توحید است. درباره الوهیت تقریبا 5 نوار داریم، یک ساعتی
5 ساعت است در بیان تیوی هست. درباره ربوبیت یک 3 ساعت، درباره اسما و صفات هم 3 ساعت هست. اینچنین در شرح عقیده واسطیه تقریبا 20 ساعت زیادتر است. درباره اکثریتش توحید اسما و صفات و توحید الوهیت است.